Löslat politiska fanger! Löslat politiska fanger! Nej till tortyr! Nej till tortyr! Nej till tortyr! Nej till tortyr! Ned med det iranske islamske regimet! Ned med det iranske islamske regimet! Av banditer och maffiagänger som kallar sig för stat har de umänskliga regimen hållit vid makten. Västliga ledde ekonomiska sanktioner och nu bokstavligt talat drevet hela arbetsklassen i alla sektorer av produktion, tjänster, lärare, For å kunne måle folkets lidelse. Hovedtilstanden at Iran faktisk egentlig det største fengselet i verden. Hovedproblemet regimets eksistens. Hovedproblemet regimets eksistens. Alle menn, alle annen tilleggsproblematikk borte den dagen folket styrte det fascistiske regimet. She said no to execution. She said yes to human rights. Right after the end of the Iran-Iraq war, the Islamic Republic of Iran executed many thousands of political prisoners. They could do that because we kept quiet. روز گذشته بیش از 20 نفر اعدام شدند. گزارش‌ها گویای این است که حکومت بیش از 3000 زندانی را در صف اعدام نگه داشته است و هرگاه که می‌خواهد به مردم زور بازوی خود را نشان دهد، تعدادی را به جوخه اعدام می‌سپارد. نیروی انتظامی دست مردم را به بهانه‌های مختلف زندانی می‌کند و دستگاه کثیف قوه قضاییه آنها را به شلاق و شکنجه و اعدام محکوم می‌کند. جرمی که به زندانیان نسبت داده می‌شود، عمدتاً اعتیاد و یا توزیع مواد مخدر است. بسیاری از اینها جوانانی هستند که به دلیل فقر و بیکاری، تحقیر و بی‌حقوقی، نداشتن شادی و تفریح و سرگرمی، دشواری‌های کمرشکن زندگی و نداشتن دورنمایی برای زندگی به اعتیاد رو می‌آورند. به جای مداوا مورد اذیت و آزار نیروهای انتظامی قرار می‌گیرند و به عنوان مجرم دستگیر و اعدام می‌شوند. ریشه جنایت و جرم در جامعه خود حاکمیت ناعادلانه مفخوران سرمایه‌دار است. برای دستیابی به جامعه‌ای بری از قتل و جنایت و انتقام باید در قدم اول جلوی قتل دولتی بیستیم. به اعدام نبگوییم، به اعدام کنندگان نبگوییم، نگذاریم بیش از این کشتار کنند. چوبه های دار را بر سرشون خراب کنیم. راه ریشه کردن جرم و جنایت بر پایه جامعه انسانی و آزاد و مرفه است. زنده باد انقلاب انسانی برای جامعه انسانی. نابود باد جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. حزب کمونیست کارگری ایران. با تشکر. خدمتتون تقدیمتون کنم. اعدام قتل عمد دولتی است در همه جای دنیا باید مطلقا ممنوع شود. لغو مجازات اعدام و ارزش نهادن به جان انسان اولین گام در مبارزه با فرهنگ آدمکشی در جامعه است. مجازات اعدام شنیع‌ترین شکل قتل عمد است، چون یک نهاد سیاسی با اعلام قبلی از قول جامعه در نهایت حق به جانبی و خونسردی تصمیم به کشتن کسی میگیرد و روز و ساعت و واقعی آن را هم اعلام می کند. در جامعه‌ای که کشتن انسانها مطابق قانون مجاز باشد، هرگز نمیتوان جلوی تکرار همین عمل در میان اتباع جامعه را گرفت. دو نکته، یه نکته در مورد کارگر زندانی و فعال کارگری حرف بزنم و نکته دوم هم میخوام یه اشاره خیلی کوتاه به جنگ فلسطین بکنم. اشاره اول، دوستان، فعال کارگری بودن یه فعالیت ساده نیست. در کشوری مثل ایران که خبری است اتحادیه کارگری، که خبری است تشکل‌های قانونی کارگری، که خبری است حمایت دولتی، که خبری است نه تنها حمایت دولتی،
حمایت بخشی از دولت. به هر حال ما زندانیان سیاسی داریم که بخشن به هر حال حمایت میشوند در توسط بخشی دیگر از حاکمیت. اما فعالیت کارگری یا یه فعال زندانی سیاسی کارگر در واقع یک زندانی سیاسی است که به معنی واقعی تنهاست. به معنی واقعی باید گرسنگی بکشد. به معنی واقعی مرد یا همسر زندانی، بچه زندانی، کودک زندانی و یا کسانی که وابسته به درآمد ناچیز کارگر زندانی هستند باید گرسنگی بکشد. در واقع مسئله مرگ و زندگی است. در واقع انتخاب یک راه در بین رفتن به سوی یک ناکجا آباد است، ولی این مبارزین این راه را انتخاب خواهند کرد. reaksjon, ikke bare diskusjon. Norge, reaksjon, ikke bare diskusjon. Norge, reaksjon, ikke bare diskusjon. Norge, reaksjon, ikke bare diskusjon. Nei til dødsstraff. Nei til dødsstraff. Nei til iranske regime. Nei til iranske regime. Nei med det iranske regime. Nei med det iranske regime. Ja til frihet. Ja til frihet. Løslat politiske fanger. Løslat politiske fanger. Løslat politiske fanger. Løslat politiske fanger. Ned med det iranske regime. Ned med det iranske regime. Ned med det iranske islamske regime. Ned med det iranske islamske regime. Islamske regime støtter terrorist. Islamske regime støtter terrorist.